الان ناراحتم. خب ما امروز هم رفتیم ویدیو 4 رو گرفتیم. ویدیومون خیلی خوب شد، اوکی شد، فقط یه تلفات داشتیم. بعد از 2 سال اومد بیرون، اون وقت یه لنگش گم. الان ناراحتم به خاطر که امشب این لنگه این میخواد تنها بمونه تو خیابون. خیلی هم گشتیم ولی پیداش نکردیم، تنها موند. آقا بهروز هیچی دیگه. دستکش خاله به خاطر چی به باد رفت؟ چون با موتور اومد دنبال من. بالاخره امروز منو با موتور آورد. بالاخره موفق شدم. بالاخره